صبح بخیر کدبانوانی عزیز، با کانال کلچقند خوش آمدید. طرز تهیه یک دسرت خیلی خوشمزه که اون رو می توانید هم در تنهایی با چای و قهوه نوش جان کنید و بعد هر وعده غذا چی صبحانه چی نهار و شام باشد پیشنهاد کنید. هم برای اهل خانواده و هم دوستان و مهمانانتان در هر صورت خوشمزه است. و قبلا هم یک نمود دیگری که خیس شکلاتی رو من گذاشته بودم. این اصول از اصول قبلی خیلی فرق میکند. بیاید حالا ببینیم که من اون رو چگونه آماده کردم. امیدوارم که مورد پسند شما قرار میگیرد و سپاس برای دستگیری هایتان. تشکر که با من هستید. بیسکویت رو وقتی که از تفتون میبراریم در حالت گرمیش با پاره تقسیم میکنیم و بعدا هر یک پاره رو با همین اسباب سوراخ میکنیم و در همین حالت گرمیش از بالایش یک پیمانه قهوه گرم و یا شیر گرم میریزیم و بعدا هر یک سوراخی رو یا با میوه یا با شکلات یا با مغز هر چی که خودتون دوست میدارید پر میکنید و بعدا دوباره باز سرپوش یا همین ها رو میپوشانید و از همین سس شکلاتی من استفاده کردم برای آرایشش. این تیار میفروشند، تنها با شیر آمیخته کرده میجوشانید و اکنون برای اون کرم آماده میکنیم.